درود بیکران به شما عزیزان دل. به قسمت جدید دوره موج سواری خیلی 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 زیاد خوش اومدید. آقا امروز میخوایم در رابطه با چارت خالی صحبت کنیم. موضوعی به اسم پرایس اکشن. ما همونطور که براتون در قسمت‌های قبلی توضیح دادیم، روش‌های تحلیلی مختلفی وجود داره که روش تحلیلی مورد علاقه من سنتیمنتال انالیسیسه که به رفتار تریدر و روانشناسی بازار میپردازه. اما به هر حال شما باید پرایس اکشن هم یاد بگیرید. آقا ما اومدیم به شما گفتیم که جاده های شمال، از ادیتور محترم میخوایم که اینجا جاده های شمال رو پلی کنه. خاطرات شمال محال یادم بره. خب ما اومدیم گفتیم که جاده های شمال محال یادمون بره، اما هر بغل زدنی توی جاده چالوس که همون روند ما باشه، ما نشانه هایی رو ازش میبینیم. این نشانه ها چیه؟ مثلا نزدیک شدن به رستوران ارکیده. دستخط خودتون بده، من دستخطم فوق‌العاده است، نستعلیق شکسته می‌نویسم. نشانه های این که آقا من میخواد روندم تغییر کنه، من روندم قراره این جاده چالوسی که دارم توش میرم قراره بزنم بغل یا برگردم، اینه که آقا یه سری از کندل‌ها یک سری شکل و شمایل‌ها دارن رو چارت که به ما میگن که آقا روند قراره برگرده. من دارم میرم شمال، یهو تلفنم زنگ میخوره، من و شما با هم دیگه توی ماشین نشستیم، تلفن زنگ میخوره، جانم بفرمایید آقا مثلا دوستت مثلا باربود مریض شده، الان بیمارستانه، میگه من فقط میخوام آدم رو ببینم، وصیت کنم، بعد دیگه از این دنیا ریق رحمت رو بنوشم و خداحافظی کنم و بپیچم برم. به نظرت من این مسیری که دارم میرم به سمت شمال رو ادامه میدم یا نمیدم؟ یعنی میگم خب ولش کن، باربود داره میمیره، من دیگه ولش کن دیگه، باربود دیگه مرد دیگه، ما میریم شمال واسه خودمون. نه، من بر میگردم. پس اون جاده شمالی که دارم میرم بر میگرده میاد پایین. در چارتم ما وقتی که اینجوری جاده سواری داریم میکنیم، توی روند هستیم، یه سری نشانه ها وجود داره که بابا میگه که آقا روند چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت قراره برگرده. یکی از بهترین روش ها برای اینکه ما بازگشت یک روند رو تشخیص بدیم روشی است به اسم پرایس اکشن. پرایس اکشن چی هست اصلا؟ پرایس اکشن یعنی اینکه آقا من از هیچ ابزاری استفاده نمی کنم، فقط از گذشته بازار، نقاط PRZ، نواحی حمایتی و همچنین مقاومتی و کندل ها و شکل کندل ها استفاده می کنم. پس من نوعی وقتی که میخوام بیام و توی بازار این فعالیت رو داشته باشم که بیام بگم که آقا من الان میخوام خرید و فروش بکنم، میتونم یک سری از عوامل رو در نظر بگیرم برای تغییر روند. ما روش‌های مختلفی داریم، مثلا روش‌های تحلیل پرایس اکشن بر اساس الگوهایی مثل دو قله، MW، سرشانه، هدن شولدرز برعکس، فنجون و حالا اسمای مختلف. تو این قسمت ما اصلا با الگوها کار نداریم، ما با تک کندل کار داریم. یعنی اینجا من اینا رو نگاه میکنم، با شکل یک کندل کار دارم. در این قسمت من میخوام به شما 2 تا از مهمترین کندلا رو که نشانه هایی که باعث میشن که بازار تغییر کنه رو بهتون آموزش بدم. اولین کندلی که میخوام بهتون آموزش بدم اسمش هست ماری بوزو. اسم این کندل ماری بوزوه. کندلای ماری بوزو چه شکلی هن؟ این شکلی هن. ببین کندلای ماری بوزو بدنه بسیار بلندی دارن، استوار عین درخت سرو، و این بدنه بلند اینجوری کاملا میتونه سبز باشه یا قرمز باشه، هیچ فرق نمیکنه. این بدنه بلند که ما میبینیمش میتونه همونطور که گفتم کاملا سبز یا قرمز باشه، فرق نمیکنه. حالا ما اینجا سبزش رو واسهتون مثال میزنیم.
چند تا نکته داره که اگر این نکات توش رعایت بشه این کندلایی میشن که آقا خیلی تاثیرگذار میشن روی بازار. این کندل سبز رنگی که من اینجا واسهتون کشیدم نباید تحت هیچ شرایطی دم داشته باشه. کندلای بی شاخ و دمی هستن، بی سر و تهن، خیلی اینجوری استوارن، سر و ته ندارن و مستطیل درازن. از حالت عادی بازار اگر مثلا رنج بازاری سایز کندلاش انقدره و داره میریزه، یه کندل ماریبوزوی اینطوری میشه نسبت به ما بقیه کندلا میشه یه کندل بلند. بستگی به هر چارتی کندلای ماریبوزو شکل شمایلشون فرق میکنه. حالا معنی این کندل چیه؟ وقتی یه کندل این شکلی تشکیل میشه و این کندلی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم تشکیل که میشه، چیز نداره، هیچ سر و دمی نداره. این یعنی که آقا مردم، اون خریدارها و یا فروشنده ها، حالا ما چون اینجا کندلی که داریم میکشیم سبز رنگه میشه خریدارا، این یعنی که زور خریدارا خیلی زیاده و از این نقطه شروع کردن به خریدن و کل تایم فریم 1 ساعته رو ما اینجا رو اگر بیایم تایم فریم در نظر بگیریم، بر فرض مثال تایم فریم 1 ساعته، یعنی کل 1 ساعت گذشته رو خریدارا پرقدرت خریدن و این کندل این بالای بالا بسته شده. خب وقتی اینا کل مسیر رو اینجوری پرقدرت خریدن، تو کندل بعدی هم که قرار تشکیل بشه احتمال 90% قراره که به خریدشون ادامه بدن. پس ما شاهد یک همچین چیزی خواهیم بود. ما شاهد این خواهیم بود که کندل بعدی هم سبز رنگ ادامه خواهد داشت. این کندل ها نشان از ادامه روندی که در حال حاضر ما درش هستیم دارن. رنگ این کندل ها اهمیت دارد. وقتی که یک کندل سبز رنگ ماریبوزو ما میبینیم میتونیم انتظار داشته باشیم که کندل بعدی، نمیگم کندل بعدی هم حتما ماریبوزو، ولی انتظار داریم که کندل بعدی هم سبز باشه و رو به بالا باشه و رشد کنه. از طرف دیگری اگر ما این کندل ماریبوزویی که میبینیم کاملا قرمز باشه و ریزشی رو ما تجربه کنیم که اینقدر قرمز رنگ رو به پایین یک کندلی تشکیل بشه، یعنی فروشنده ها دارن پرقدرت میفروشن و در تایم فریم 1 ساعته کل این تایم فریم رو اومدن فروختن. پس اینجوری نیست که مثلا 1 ساعت بفروشن بعد از 1 ساعت دقیقاً همون لحظه تصمیم بگیرن دیگه نفروشن. پس ما 90% میتونیم احتمال ادامه روند ریزشی رو داشته باشیم وقتی که در بازار ماریبوزو مشاهده میکنیم. حالا من این رو میام روی چارت برای شما پیدا میکنم. الان 1-2 مورد اگر خدا بخواد بتونم پیدا میکنم. یه مورد ماریبوزو اینجا هستش. ببینید اینجا ما یک ماریبوزو داریم، کندل بی شاخ و دم. همونطور که میبینید این کندل باعث شده که کندل بعدیش هم رشد داشته باشه. یه کوچولو شاخ و دم اوکیه، ولی بیشتر از یه کوچولو نه. ترجیح اینه که این کندل ها خیلی بدون شاخ و دم باشن. کندل بعدی ازش تبعیت کرده و قیمت رشد داشته. یا اینجا ببینید، اینجا ما یه ماریبوزوی دیگه داریم که کندل بعدی ازش تبعیت کرده، کندل بعدی دوباره تبعیت کرده، کندل بعدی هم دوباره ازش تبعیت کرده. یا برای مثال اگر بخوام در ریزش ها من ماریبوزو به شما نشون بدم، باید یه ذره برگردم به گذشته بازار که ریزش های شدیدی ما داشتیم. باید بیام عقب‌تر که قیمت ریزش داشت. چند ثانیه صبور باشید چون تو تایم فریم 1 ساعت هستیم، یه ذره دیر میرسیم. اینجا از 50,000 تا قیمت ریزش داشت، اومد پایین، از اینجا شروع شد ریزش ها در تایم فریم 1 ساعته. ببینیم اینجا ماریبوزو پیدا میکنیم که ریزش داشته باشیم، کندلای بعدی ازش تبعیت کرده باشن. خب ماریبوزو قرمز رنگ رو ما روی چارت الان پیدا نمی کنیم و به هر حال قرارم نیست که همیشه در بازار پرایس اکشن همه مواردش رو ما ببینیم، ولی وقتی دیدیم میتونیم انتظار تغییر روند رو داشته باشیم. پس حواستون به این شکل از کندل باشه. حالا برای تمرین به من بگید که این کندل آیا با این که کندل بعدی ازش تبعیت کرده ماریبوزو هست یا نیست. لحظاتی سکوت میکنم
که شما به جواب سوال من برسید، بعد جواب رو خودم بهتون میدم. این کندل ماریبوزو نیست. چرا؟ چون دومش از حالت عادی بلندتره. با این که کندل بعدی هم ازش تبعیت کرده، ما اسم این رو ماریبوزو نمیذاریم و ماریبوزو نیست. آیا ما اگر هر موقع در روی چارت ماریبوزو دیدیم میتونیم بگیم 100% الان قرار بازار رشد کنه؟ دوست عزیزم، رفیق، برادر، خواهر من، هیچ 100% در بازار وجود ندارد. بازار همیشه مملو از ریسک و احتمالات است. تنها حرکتی که ما میتونیم بزنیم اینه که بیایم احتمالات خودمون رو افزایش بدیم به 80%، به 90%، به 70%. بنابر همین مسئله هیچ 100% در بازار وجود ندارد. ما نمیتونیم بگیم که آقا ما هر کجا ماریبوزو دیدیم قطعاً بازار بعدش رشد میکنه. شاید ماریبوزو ببینی و بازار برعکسش بریزه، یا ماریبوزو نزولی ببینی و بازار بعدش رشد کنه. بازار به یک کندل وابسته نیست. اینجا ما یک ماریبوزو کوچیک میبینیم که بعدش باعث شده که بازار ریزش داشته باشه. حالا این یه سری از المان هاست که تأثیر میذاره توی بازار برای رشد. یه جاهایی هست که ماریبوزو این احتمالش مثلا از 90%، مثلا من اگر این رو دیدم، مثال 90% هیچ وقت نمیشه درصد داد، ولی یه جاهایی هست که من اگر ماریبوزو ببینم میتونم بگم آقا 90% الی 95% دیگه حق با منه و این تحلیل صحیح هست. چه زمانی این حرف میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه و ما میتونیم بگیم که این ماریبوزو از اعتبار بیشتری برخوردار است؟ کاش اینو بنویسید، چون اینا چیزاییه که تجربه است و شاید خیلی از اساتید عزیزانی که ممکنه شما ازشون قبلا درس گرفته باشید این رو تجربه نکرده باشن، چون چیزی که من اینجا دارم راجبش صحبت میکنم تجربه شخصیمه و خیلی وقتا توی درس ها نیامده، عرف تدریس نیست. برای همین کاش بنویسید، چون خیلی مهمه و این فرمول رو یه جا یادداشت کنید. خیلی فرمولیه که میتونه بهتون کمک کنه. هر موقع ماریبوزو رو ما جایی دیدیم که در یک ناحیه PRZ بود، یک ناحیه‌ای که در گذشته بازار ما اینجا برای مثال میبینیم که قیمت اومده برخورد کرده به این ناحیه و برگشته. اینجا مقاومت شکل گرفته و قیمت اومده برگشته. وقتی روی ناحیه PRZ این ماریبوزو شکل میگیره، ما انتظار رشد رو خیلی بیشتر میتونیم داشته باشیم. و از طرف دیگری اگر ماریبوزویی در یک سقف PRZی، در یک ناحیه‌ای که سقف قیمت بوده شکل بگیره، ما میتونیم انتظار اعتبار بیشتری رو داشته باشیم از اون ماریبوزو برای ریزش ها. خب تا اینجا ما اومدیم راجع به کندل ماریبوزو صحبت کردیم که باعث میشد که آقا بازار روند رو تشدید کنه. دقت کنید مثلا این ماریبوزویی که الان ما اینجا میبینیم، این ماریبوزو کاتالیزوره. ماریبوزو همیشه باعث میشه که آقا قیمت اون روندی که داره ادامه پیدا میکنه بالاتر بره و داغتر بالا بره. نمیشه گفتش که یعنی روند رو تغییر میده. ماریبوزو کندلی نیست که ما باهاش بیایم بگیم که روند قراره تغییر کنه. نه، ماریبوزو بیشتر کارش اینه که اون روندی که هست رو تسریع میکنه و به عنوان یک کاتالیزور عمل میکنه. حالا توی این شکل و شمایل من دنبال آتیش میگشتم، میخواستم اینجا لوگوی آتیش بذارم ولی نیستش. شما تصور کنید که من اینجا لوگوی آتیش رو گذاشتم واسهتون. منظور اینه که آقا ماریبوزو کاتالیزور یک رونده، تغییر دهنده روند نیست. من اومدم بهتون گفتم که آقا اگه من رفیقم اینجا زنگ بزنن بگن که باربود الان حالش بده، وصیت‌نامه آخرشو میخواد بکنه، میخواد بگه که آقا من نوعی ترکیدم، منفجر شدم، بیا میخوام وصیت کنم، من
برمیگردم تو جاده چالوس. قیمت در یک سری از حالات وقتی که داره میره روند برمیگرده و این برگشتن ها در خیلی از مواقع نشانه هایی داره که اومدیم بهتون گفتیم که یکی از این نشانه ها برخورد قیمت و یا حضور قیمت در یک ناحیه است که PRZ ما بهش گفتیم پتانسیال ریورسال زونه و این ناحیه ها باعث برگشت قیمت میشه که ما اومدیم اینجا وسطون خونه کشیدیم، دودکش کشیدیم، به سقف اتاق اینجا برخورد کرده و قیمت ریزش داشته. از طرف دیگری در همین لحظه که ما داریم نگاه میکنیم روی بیت کوین ما یک کف بسیار قوی در این ناحیه داریم، یک کف اتاق دیگه هم داریم که در همین ناحیه است که الان بیت کوین داره روش فعالیت میکنه، یعنی همین جایی که الان بیت کوین هست. این چارت زنده بروز بیت کوینه. حالا اینکه چه اتفاقی میفته رو اینجا ما میتونیم الان مشاهده کنیم. ببینید اینجا ما الان یک ناحیه رو داریم که یکی از نشانه های بازگشت رونده. نقاط PRZ رو من بهتون یاد دادم چجوری ترسیم کنید. حالا اینجا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت برگرده، چون داره به این کف این اتاق برخورد میکنه. هیچ کس هم نمیدونه، شاید هم این کف هم به همین راحتی بشکنه و بریزه. اون یه نشانه بود. یک نشانه دیگه که ما با استفاده از پرایس اکشن و شکل کندل ها متوجه میشیم که ما میتونیم انتظار بازگشت روند رو داشته باشیم اینه. کندل هایی وجود دارن که ما میایم اسمشون رو، اسمای مختلفی دارن این کندل ها، حالا ما میایم اسمشون رو دونه دونه با هم دیگه بررسی میکنیم. کندل هایی وجود دارن که شکلشون اینجوریه. بذارید من اینجا وسطون یه دونه بکشم بفهم. خب که مثلا اگر اینو دوم کندل در نظر بگیریم، این کندل ها این شکلی هن. به این کندل ها اسمای مختلفی دارن، ما با اسماشون اصلا کار نداریم. جالبه که بدونید رنگشون را هم اصلا مهم نیست. این کندل ها میتونن هر اسمی داشته باشن، ما اینجا نیستیم که اسمای مختلف رو یاد بگیریم، هرچند که من اسماشون رو دونه دونه به شما خواهم گفت، ولی فعلا برای این جلسه راجع به اسم و اصطلاحات نمیخوایم صحبت کنیم. این شکل از کندل و از چیزهای دیگه که میتونم بهتون بگم، این شکل از کندل، این چند شکل خودتون تو دفتر خودتون بکشید. رنگش میتونه سبز باشه، میتونه قرمز باشه، فرق به رنگ کندله کار نداریم. مثل ماریبوزو نیست که رنگ کندله تفاوت ایجاد کنه، اینا شکلش مهمه. حالا این میتونه سبز باشه، قرمز باشه، هیچ فرق نمیکنه. این شکل از کندل، این شکل از کندل، آره روی چارت میام من اینا رو بهتون نشون میدم. شکل تمام این کندلا رو تو اون دفتری که راجبش صحبت کرده بودیم بکشید. باز تکرار میکنم، شکل این کندل ها اصلاً مهم نیست. عذرخواهی میکنم، باز تکرار میکنم، رنگ این کندل ها اصلا مهم نیست، شکلشون مهمه. خب همونطور که دارم بهتون میگم، رنگ این کندل ها اصلا مهم نیست. میتونن سبز باشن، میتونن قرمز باشن، هیچ فرقی نداره، هیچ تفاوتی نمیکنه سبز باشن یا قرمز باشن. به رنگش اصلا توجه نکنید.
اما این کندل ها البته به همین جزئیاتی که ما داریم میگیم نیست و یه سری از المان ها رو باید داشته باشن که ما به شما تک تکش رو درس خواهیم داد. این شکل از کندل ها معروفن به کندل هایی که باعث تغییر روند میشن. از این صفحه یه اسکرین شات بگیرید و توی دفترتون شکل این کندل ها رو رسم کنید. راجع به اسم این کندل ها بعداً در قسمت بعدی صحبت خواهیم کرد که هر کدوم چه اسمی دارن، ولی شکل این کندل ها رو فعلا در نظر داشته باشید. حالا خیلی ها میگن که آقا این کندل ها در روند صعودی و نزولی فرق میکنن. من به شما میگم که آقا این شکل از کندل ها هر کجا یک روند اگر تشکیل شدن، خب، و این المان هایی که من میگم رو داشتن، باعث تغییر روند میشن. چه روند نزولی و چه روند صعودی هیچ تفاوتی نمیکنه. بنابر همین مسئله فرقی نمیکنه که تو روند صعودی باشه یا نزولی. عین شکل این کندل ها رو برای خودتون رسم کنید و من بهتون میگم. از این صفحه اسکرین شات بگیرید، اینجا رو برای خودتون رسم کنید، توی دفترتون حتما بنویسید و هر چیزی که در این قسمت داریم گفته میشه رو نوت برداری بکنید. آقا گفتیم به شما چی؟ این شکل از کندل ها باعث تغییر روند می شود. در چه حالتی این کندل ها باعث تغییر روند میشن؟ کجا دیدیمشون باعث تغییر روند میشن؟ آدم ما الان این کندل رو اینجا داریم میبینیم، عین چیزی که تو این بالا کشیدی اینجا هم داریم میبینیم، ولی تغییر روند ایجاد نشده. قیمت عین چی ریخته، عین پنیر اومده پایین. چه وضع شدم؟ چه وضع تتریس آخه؟ چیکار داریم میکنیم ما؟ خب، یک سری از المان ها وجود داره که باید حتما رعایت بشه که ما بگیم این کندل ها باعث تغییر روند ما خواهد شد. در اولین مرحله ما یه سری میزنیم به گذشته بازار. میایم تو گذشته بازار برای اینکه بتونیم یک مثال درست حسابی پیدا کنیم. بهتون اینجا میایم بهتون نشون میدیم. خب، حالا اولین قانونی که ما باید توجه کنیم بهش اینه که فقط و فقط زمانی که این کندل ها در نواحی PRZ دیده بشن، ما میتونیم به اعتبار این کندل ها توجه داشته باشیم. دقت داشته باشید که این کندل ها اگر در نواحی عادی، در یک روند عادی که رو به پایین داره میره و روندی که داره رو به بالا میره، ما این کندل ها رو ببینیم توی روند، اصلا این نیست که بگیم اوکی ما اینو وسط روند دیدیم مثلا 75% اعتبار داره. کلن این روندها بی اعتبار میشن. این عذرخواهی میکنم، این کندل ها بی اعتبار میشن، 0% اعتبار دارن اگر در نواحی PRZ نباشن. اگر در نواحی PRZ نباشن این کندل ها اصلا معنی ندارن، اونا بخشی از روندن. پس اگر من نوعی این کندل ها رو در یک روند دیدم، هیچ کاری نمی کنم و هیچ اهمیتی نسبت بهش نمیدم. پس باید دقت داشته باشیم که ما نمیتونیم به این کندل ها در یک روند کلی در بازار اعتبار ببخشیم اگر که این کندل ها در نواحی PRZ نباشن. پس اون خبر بده که به من میدن بابت باربود حتما باید در ناحیه PRZ باشه توی چارت که من بتونم بگم آقا این کندل باعث بازگشت روند شده و قراره که با تاثیرش رو بذاره رو بازار بابت بازگشت و تغییر روند. حالا نگاه کنید اینجا میخوام چند تا نکته واسهتون مثال بزنم. برخلاف مطالبی که به طور عمومی در اینترنت موجود هست که میگن رنگ این کندل ها مهمه، نیست. من اینجا بهتون اثبات میکنم که نیست. ببینید اینجا ما یک ناحیه PRZ داریم. بذارید من این بک‌گراندش رنگش رو. خب
ما اینجا یک ناحیه PRZ الان داریم که در گذشته بازار هم نگاه کنید این ناحیه مهمی بوده و قیمت با برخورد به این ناحیه برگشته. ما داریم راجع به عدد $37500 صحبت میکنیم که اصلا شما ببینید در گذشته بازار، من اینجا خط میکشم شما نگاه کنید، ببینید چقدر نسبت به این ناحیه قیمت ریاکشن نشون داده و باعث چه ریزش‌هایی شده تو این ناحیه حالا زیاد هست. همونطور که میبینید در گذشته بازار یک ناحیه PRZ بسیار مهمی رو در این ناحیه ما شاهد بودیم. حالا طبق اون شکلایی که ما بالا کشیدیم، ما اینجا همون کندلایی که من واسهتون کشیدم رو داریم شکل و شمایلش رو اینجا میبینیم که باعث تغییر روند شده. من راجع به یه ذره دو ذره تغییر صحبت نمی کنم و راجع به تغییر کل یک روند صحبت می کنم. یک روند کاملا نزولی تبدیل شده به یک روند کاملا صعودی و راجع به تغییر از 37500 تا $47500 بیت کوین، یعنی $10,000 تغییر در قیمت بیت کوین صحبت میکنم که سرآغازش از این ناحیه و از این کندل و از این تحلیل بوده. از طرف دیگری در ریزش ها، قبل از اینکه بخوایم به اونجا برسیم، ببینید ما اینجا اومدیم گفتیم که نگاه کنید اینجا رو، ما اومدیم گفتیم که آقا این کندلی که اینجا هست سبز رنگه، این کندل میتونست قرمز رنگم باشه و هیچ تغییری تو اصل داستان نمی کرد. حالا از طرف دیگری ما این عین همون شکل از کندل رو در یک روند نزولی هم میتونستیم شاهد باشیم که حالا من اینجا به شما نشون میدم. ما در این ناحیه همونجور که میبینید در ناحیه $48,000 بیت کوین اگر بیایم به گذشته بازار برگردیم روی قیمت $48,000، ببینید اینجا این ناحیه‌ای که من الان دارم براتون میکشم، این دوتا خطی که من کشیدم، در گذشته بازار هم ما بیایم یه سری بزنیم میبینیم که این دوتا خط ناحیه‌ای بودن که بسیار روی چارت تاثیرگذار بودن. اینجایی که ما الان داریم روی چارت نگاه میکنیم 13 میه، یعنی الان که ما 17 آگست هستیم داریم راجع به 3 ماه قبل صحبت میکنیم. 3 ماه قبل قیمت اومده به 47,800 برخورد کرده و برگشته و اینجا چقدر تونسته قیمت رو نگه داره قبل از اینکه اون ریزش بسیار عظیم بازار شروع بشه. این 48,000 خیلی خوب قیمت رو نگه داشته. از طرف دیگری شما اگر نگاه کنید همین $48,000 وقتی که قیمت از $58,000 اومد توی همین ناحیه PRZ قیمت پول بک کرد و ما یک پول بک کوچیک رو داشتیم. بنابراین این ناحیه بسیار مهمی است. حالا توی تایم فریم یک ساعته امروز، یعنی همین چند روزی که ما الان داریم تجربهش میکنیم، امروزه ما توی همون ناحیه $48,000 یک ناحیه مقاومتی بسیار قوی رو داریم که بین 47,500 تا $48,000 تشکیل شده و دفعه قبلی که بیت کوین اومد خورد به اینجا که قیمت 48,100 باشه، ما ریزش رو تا $45,000 یعنی $3,000 داشتیم و دفعه دوم که همین چند ساعت قبل بود قیمت اومد برخورد کرد، تقریبا 20 ساعت پیش بود، 20-24 ساعت قبل بود، قیمت اومد به $48,000 دوباره برخورد کرد و بعد از اون ریزش $4,000 رو تجربه کرد. پس این ناحیه یک ناحیه بسیار مهمی است، یک مقاومت بسیار سنگینی در این ناحیه وجود داره که شکسته شدنش باعث رشد و نشکسته شدنش هم باعث ریزش شدید میشه. ما اینجا مجموعه ای از اون کندل هایی رو داریم که به ما اخطار برگشت رو میدادن و ما اینجا هم روی این کندل به ما هشدار این که آقا قیمت قرار برگرده رو میدادن و ما اینجا داریم میبینیم این رو و بعد از اونها ما دقیقاً قیمت رو بازگشتش رو شاهد بودیم. حتی در تایم فریم 15 دقیقه برای ترید های کوتاه مدت هم این موضوع خیلی خیلی زیاد به کار ما میاد.
قبل از اینکه ما بخوایم هر گونه تریدی انجام بدیم، کاری که باید انجام بدیم اینه: بیایم یک نواحی رو برای خودمون مشخص کنیم، ببینیم اصلا تو بازار چندیم، ببینیم آقا داریم چی کار میکنیم، کجای بازار هستیم، یه ذره بازار رو از زوم در بیاریم، ببینیم بالای بازاریم، پایین بازاریم، وسط بازاریم. خب اینجا یک ناحیه مهمه، قیمت بارها اومده برخورد کرده، برگشته. از لحاظ مشخص کردن کف ها، از لحاظ مشخص کردن سقف ها، اینجا یک سقفه. دقت داشته باشید که الان من اصلا انقدر چارت رو ریز کردم که نمیتونم کندل ها رو تشخیص بدم. حالا ما میایم اینجا باز میکشیم اینجا رو، اینجا باز یک ناحیه دیگه است که ناحیه مهمی است و خب مشخصا اینجا هم یک ناحیه مهمی است که ما داریم، مخصوصا اینجا. البته این ناحیه ذره بالاتر، اینجا ناحیه دیگه داریم. چند تا ناحیه رو مشخص کردیم. حالا بریم ببینیم تو این ناحیه PRZ ما اون شکل از کندلا رو داشتیم وقتی که میخواسته روند برگرده یا نداشتیم. ببینید اینجا ما در پایان یک روند اون کندل رو داریم میبینیم و قیمت برگشته. اینجا ما داریم کندل رو میبینیم، کندل های بعدی هم باز همون شکل و شمایل. اینجا در تایم فریم 15 دقیقه روی این PRZ، ببین بین دو تا PRZ رو ما همیشه میتونیم توی معاملات کوتاه مدتمون ترید کنیم. این کندل رو داریم میبینیم و بعد برگشته رفته بالا، قیمت به سمت بالا رفته. از طرف دیگری باز ما اینجا در گذشته بازار اگر سر بزنیم، من نمیگم همیشه در ریزش ها ما این کندل ها رو میبینیم، ولی اگر دیدیم میتونیم انتظار ریزش رو داشته باشیم، مخصوصا اگر در نواحی PRZ این کندل ها تشکیل شدن. ما میتونیم انتظار بازگشت روند رو داشته باشیم. ببین اینجا بازگشت کوتاه مدت روند رو ما داریم میبینیم که روی یک ناحیه PRZ، ناحیه مقاومتی ضعیف هم اینجا تشکیل شده، چون دقت کنید اینجا یک سقفیه که بعد ریزش داشته. تو چند روز گذشتم اگر استوری های من رو دنبال میکردید، من بر اساس همین استراتژی تریدای زیادی رو انجام دادم که ماشاءالله همش هم سود شده خدا بخواد. در این ناحیه که ما داریم اینجا میبینیم قیمت همونجور که مشاهده میکنید اینجا یک ناحیه مهمی است که الان هم اتفاقا قیمت به طور زنده روی همین ناحیه تشکیل شده. حالا اینجا شما ببینید دقیقاً ما یک دو تا کندل رو داریم که جفتش به ما نوید برگشت روند رو میداده. حالا اینجا باز ما داریم مقاومت رو در همین ناحیه در تایم فریم 15 دقیقه میبینیم، تایم فریم 45 دقیقه هم که همین شکلی که هستش فعلا داره ادامه پیدا میکنه. از طرف دیگری همه این شرط ها رو گفتیم، همه این شرط ها بی معنی میشه اگر اینجا یه اگر بزرگ داره. یعنی وقتی ما میخوایم از این کندل ها برای تشخیص روندمون استفاده کنیم، باید در نظر داشته باشیم که آقا من نوعی وقتی که میخوام تو بازار فعالیت کنم و بر اساس این کندل ها ترید کنم، باید چند تا نکته رو در نظر بگیرم. خب یکیش شد چی؟ یه المانمون شد آقا من باید این کندل ها رو در نواحی PRZ ببینم که در گذشته بازار ما سقف و کف های بازار رو مشاهده کردیم و توی این نواحی سقف و کف های زیادی بسته شده. این یک. دومین المان اینه که ما اون شکل از کندل ها رو چه قرمز چه سبز ببینیم. و سومین المان اینه که آقا من حتما باید منتظر بمونم کندل بعدیش ریزش رو تایید کنه. اگر من این کندل رو توی PRZ دیدم و رفت بالا، نمیتونم بگم اون کندل باعث ریزش میشه. زمانی این تحلیل درست است و صحیح است که کندل بعدی تاییدیه تغییر روند رو به من بده. من اگر تاییدیه نگیرم این تحلیل فیلد شده و نمیتونه مورد اتکای من باشه. پس چیزی که بسیار اهمیت داره اینه که وقتی که من این شکل از کندل ها رو میبینم، حتما باید
تاییدیه بازگشت روند رو از بازار دریافت کنم. این تاییدیه رو چطور دریافت میکنم؟ خب من اینجا به رنگ‌های مختلف شکل کندلی که بهتون گفتم رو دارم. یک کندل بعدش میگه آقا قیمت برگشت. این کندلی که ما الان داریم میبینیم که موسمن روشه تاییدیه کندل‌های بازگشتی هستش که من اینجا دیگه میتونم بگم روند برگشته. یا عین همون کندل رو من دارم اینجا میبینم، عین همین کندل ها رو من دارم اینجا میبینم، بازار یه ذره نزولی شده و بعد کندل بعدی تایید کرده و بعد قیمت رفته بالا. کندل های بعدیش اگر تاییدش نکنن ما اصلا نمیتونیم انتظار ریزش یا صعود رو داشته باشیم. پس این تاییدیه گرفتن از کندل بعدی در روند بسیار مهمه و حتما باید مد نظرتون قرار بدید این موضوع رو. چه در روندهای صعودی و چه در روندهای نزولی ما این داستان رو داریم و شما باید حتما از بازار بابت حتی نزولها هم شما بیایید و تاییدیه بگیرید. ببینید ما الان روی 59,000 تا 58,000 تای بیت کوین که بعد از یک روند صعودی بوده، ما یه روند صعودی رو اینجا داریم. خب که اینجا ما در یک ناحیه پیارزد بسیار مهم داریم 2 تا کندل میبینیم که به ما داره هشدار میده آقا قیمت قراره برگرده. در یک ناحیه پیارزد بسیار مهم در گذشته بازار ما اینجا داریم چی میبینیم؟ یه نگاه ریزی بندازید به این ناحیه ببینید. اجازه بدید من واسهتون کامل باز کنم که بدونید این کندل ها چقدر میتونن مهم باشن. یه دونه سبز رنگش رو داریم میبینیم اینجا و از طرف دیگری در گذشته بازارم اینجاها ما نشانه هایی از نزول رو داشتیم و اینجا یک کندل کاملا نزولی رو دیدیم. کندل بعدیش کاملا تاییدش کرد و از طرفی وقتی که قیمت از ناحیه پیارزد خروج زد و خواست دوباره به اون ناحیه برگرده، ما ریزش عظیم بیت کوین رو داشتیم که دیگه تا $30,000 یعنی نصف قیمت یهو اومد پایین و اینا همش نشانه هاش در تایم فریم 4 ساعته بود. به قول دوستان، به قول جمله معروف برای کسانی که به نشانه ها توجه میکنن، نشانه هاش بود برای کسانی که اندیشه پیشه میکنند، برای کسانی که میبینن. از طرف دیگری وقتی که قیمت ریزش شدید داشت، ما در ریزش اینجا یک نشانه بازگشت قیمت رو میبینیم که همون شکل کندلی است که من میگم. کندل بعدیش تأکیدش کرده، تثبیت شده و قیمت تا از $32,000 تا $42,000 بالا رفته و ما داریم این بازگشت قیمت رو میبینیم. حالا اگر توی چارت بگردید در تایم فریم های دیگه، در جاهای دیگه ما میتونیم خیلی بیشتر اینها رو ببینیم. اینجا ما یک کندل داریم که به ما نوید بازگشت قیمت رو میده. 3 تا کندل بعدش یک کندل نزول رو تایید کرده و ما نزول قیمت رو تا کجا داشتیم؟ دقت کنید، نزول قیمت رو تا اینجا داشتیم که از طرفی این کندل در ناحیه پیارزد $30,000 تشکیل شده که ما $30,000 رو اصلا دیگه انقدر ناحیه معروفی بود که دیگه همه میشناسیدش قطعا. این کندل در ناحیه $30,000 تشکیل شد و هم روی پیارزد هم کندل بعدیش اومده تایید کرده این صعود رو و بعد از اون ما صعود رو داشتیم تا $36,000 و کم نیست. روی $36,000 نشانه های ریزش رو نداشتیم به این سبکی که من دارم بهتون تدریس میکنم. اینجا داشتیم، اینجا ما نشانه های بازگشت قیمت رو داشتیم. همونطور که میبینید رنگش فرقی نمیکنه، یه سری جا قرمز یه سری جا سبزه و ریزش از اینجا شروع شده از $35,000 و تا $29,500 رفته. کندل بعدیش هم دقیقاً طبق شرطایی که ما گفتیم تایید شده و ریزش داشته. حالا از $29,500 میخواسته برگرده، ما اینجا هم قرمز رنگش و هم سبز رنگش و همه جورش رو داریم. از $29,500 نشانه های بازگشت رو دیدیم. کندل بعدی
صعود رو تأکید کرد و تثبیت شد و دیگه حالا صعود تا این بالا اومد. ما الان داریم تایم فریم 4 ساعته رو هم نگاه میکنیم. پس شکل این کندلایی که من اینجا برای شما کشیدم بسیار اهمیت داره. این اشکال رو به یاد بسپرید و بدونید که آقا این شکل کندل ها بسیار مهم هستن و میتونن به شما نوید بازگشت روند رو به هر رنگی هم که باشن با شرایطی که من بهتون گفتم بدن. امیدوارم که از این قسمت نهایت لذت رو برده باشید. در کنار شما خواهیم بود با آموزش‌های جدیدتر و توضیحات بیشتر. در قسمت‌های بعدی ما به شما مطالب مختلف زیادی رو آموزش خواهیم داد. دوستدار شما آدم مرادی.